5 روز 5 تا سوشی. این همون سوشیه که تو فیلم ها دیدی، یه تیکه برنج روش، یه ماهی خام، اما تو خونه خودت. روز 4. 3 چرا نشون دادم؟ خب این سوشی همون سوشی کلاسیکیه که ما تو اکثرا تو سوشی بارها و فیلم ها میبینیم. برای درست کردنش برنج احتیاج داریم و ماهی. برنج ژاپنی مونه، از قبل پخته شده، سرکش هم کامل زده شده. یک توپک برنج برمیداریم که در واقع وزنش بین 15 تا 18 گرم باید باشه. ماهی رو نازک برش میدیم. ماهی باید شکلش مستطیلی شکل باشه و تقریبا اندازه 2 بند انگشت در واقع عرضش باشه. با چاقو یه سری برش ها روش میدیم که وقتی داریم ترش میکنیم ماهیمون پخته شه. برنج رو میذاریم رو انگشتامون، با شست یه حفره ایجاد میکنیم. بعد اینو میچرخونیم، اینطوری انحنا بهش میدیم. حالا ماهی رو میذاریم روش، دقیقا همون شکل رو روش ایجاد میکنیم. با انگشتای دستمون از این سمت فشار میدیم. ببینید وقتی که نیگری رو میزنیم باید از اینجا برنج رو ببینید، ماهی دقیقا شکل یک انحنا پیچ میخوره. چون ماهی خام خوردنش یکم سخته، تصمیم گرفتم روش یه ذره ترش کنم. بریم سراغ چیدنش. یه قطره مایونز ژاپنی، توبیکو یا همون تخم ماهی پرنده، جینجر یا همون ترشی زنجبیل و واساپی، سویا سس که بدون اون سوشی نمیشه. نیگری ساده ترین و شیک ترین سوشی. هفته دیگه با آخرین چالش از 5 روز 5 سوشی با شما هستیم.